تیته وابسته به مشکلات جسمانی و روانی در کار مربیگیش تنفس اعلان کرده است. تیته از سال 16 تا 22 سرمربی پنتاکامپیون ها بود و در این مسیر نه در جام جهانی روسیه و نه در موندیال قطری از دستی بچه‌هایش مثل نیمار و دیگران خاک نیامد. جمعی فوتبال بازان این منتخب که از پول‌های اروپایی مست شده و کایها باز پروای منتخب را ندارند، اخیراً کلی مشکلات را سر مربی بار میکنند و نفرانی به ناموس را دلکسل هم میکنند. از این رو تیته ماه آگوست سال 24 وابسته به بیماری دل در شفاخانه بستری هم شده بود. آن مکران سرهای پول کارکن در اروپا را دیگر نه از 7-1 از آلمان و نه 4-1 از آرژانتین خفه و دلتنگ نخواهد کرد، زیرا ناموس و وجدان را کایها کشتی تیتانیک با خود برده بود. محض با چنین ملایم خنکی برزیلیان الکی وقتی آن رسیده است که با منتخب برزیلیا یگان مربی اتوریته از اروپا بیاید تا این نفرانی یک زمان پای برهنه و عین حال مغرور را در جایشان شیناند.